سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیویی که من چرخ فلک پشت سرم درست کردم. همونطور که میبینید که بریم سوارش هم شیم. البته مشکل داره سوار شدن، شکم اینکه سوارش میشیم میفته و میشکنه، که فقط این کارو میشه تو بدراک انجام داد. اگه میخواید تو جاوا میشه انجام داد اینو فقط، ولی اگه بخواید تو بدراک هم این رو بسازید، این هم سیستم ردستونی و اینجور چیزاشه. اگر شما هم میخوای که من دوباره از این آموزش براتون بذارم که چی رو درست کنم، کار ردستون و بیلد و اینا هم بلدم که درست کنم، و زیر این کامنت بگید که با چه بلاکی من خونه درست کنم، چون که هر بلاکی بگید باهاشون خونه درست کنم که اون پشت درست کردم. تا ویدیوی بعدی.